در کوچه شمسی ده شهر دوشنبه توقفگاه نو و زمانوی بازار کاروان مورد استفاده قرار داده شد. این توقفگاه در بین یک سال ساخته شده، مساحتش بیش از 14,000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. توقفگاه از تاخانه و 6 آشیانه عبارت بوده. در تاخانه آن بازار فروش محصولات خوراکه و میوه و سبزیجات بنیاد شده است و در 6 آشیانه آن در یک وقت میتوانند 448 ماشین را نگاه بدارند. در توقفگاه لیفت و حاجتخانه نیز جایگیر کرده شد. در آشیانه بالایی بنای توقفگاه مرکز نظارت مشاهدوی جایگیر کرده شده است. بنا به اطلاع شهرداری دوشنبه، از این مرکز با استفاده از 12 مانیتور و 171 کامراهای مشاهدوی مسئولین ترتیبات بازار را نظارت میکنند. در اساس اطلاع تمام تجهیزات تکنیکی نصب گردیده نسل نو شرکت خیگ ویژن بوده. اطراف بازار را در مساحت بیشتر از 2000 متر مربع نظارت می نمایند. در این مرکز همچنین سیستم آگاه کننده ضد سوختار نصب کرده شده است و در حالت بانگ خطر از اینجا معاین کرده می شود که حادثه در کدام درآمدگاه و یا کدام قطار بازار رخ داده است. در این زمان ساختمان حدود بازار کاروان در اساس طلبات شهرداری و معماری ادامه دارد. در جریان شناسایی نمایندگان شهرداری از قسمت شمالی بازار که درآمدگاه‌های 10، 11، 12، 13، 14 و 15 را در بر میگیرد بازدید نمودند. این قسمت بازار الکی پس از نوسازی مورد استفاده قرار داده شده. صاحبکاران و صاحب ملکان به تجارت مشغول می باشند. این قسمت بازار در مساحت بیشتر از 33135 متر مربع بنیاد کرده شده از 2 آشیانه و تاخانه عبارت است. درآمدگاه بازار در اساس لایحه با سنت بلند معماری و گچکاری ملی آرایش داده شده است. در این قسمت نیز مرکز نظارتی مشاهدوی جایگیر کرده شده است که در آن 24 مانیتور با 366 عدد کامراهای مشاهدوی پیوست کرده شده از جانب مسئولین حدود بازار زیر نظارت شبانه روزی قرار داشته است. کارهای ساختمانی و از نوسازی بازار در این قسمت درآمدگاه‌های 10، 11، 12، 13، 14 و 15 ماه اپریل سال 2020 آغاز گردیده بود و کارهای ساختمانی با سطح و صفت بلند انجام داده شده مورد استفاده ساکنان قرار گرفت. همزمان با این بناهای خدمت رسانی درآمدگاه‌های 1 و 24 بازار نیز الکی بنیاد کرده شده است. عین زمان در قسمت درآمدگاه‌های 8 و 9 کارهای ساختمانی ادامه دارد. بازار کاروان در مساحت بیشتر از 107,000 متر مربع در کوچه شمسی نویه فردوسی شهر دوشنبه جایگیر شده. در این بازار بیش از 6,000 نفر کار میکنند.